یو دوستان چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدیدی دیگه از بازی یورو تراک و یورو تراک تراکرز امپی. به نظرم چپ کرده قشنگ. خلاصه که امروز اومدیم با یورو تراک چیز و نمیدونم چرا این تخم سگ لگ میزنه و نمیدونم چرا و اینو من تاریکش کنم. خب بریم که داشته باشیم یه دونه ویدیو ناس. بریم میدونم اول پشت بگیریم. 2000 years later. اگه ساکت شدن یه دونه ما بریم پشت بگیریم. فعلا در حالت حاضر 3 محور رنگ مشکی نه سقف سفید بدن مشکی تا ناموس میشه گفت تا ناموس، ولی یه مشکی بدی هم نباشه. خلاصه مشکی براق اصلا نیستم اینقدر براق. الان مثلا خوبه، یا الان مثلا اینو سفید بذارم اینو بیام یه مشکی باید شبیه چیز باشه دیگه، باید همرنگ کامیون باشه. الان همین اوکیه، الان همین مثلا اوکیه. یه ذره مشکی خالص دیگه بذاریم، یه ذره جنگ چیز خاصی نیست. صدا جنگ منگه ترکرز بذارم. خب یه دونه یاخچال میذاریم براش. بعد اینم دور سفید بذار بمونه. میایم پایین اینو میگیریم و میایم نزدیکتر و خلاصه که من اینم اوکی. یه دونه از اینا بیناموس اگه ساکت بشن. خب ولش کنید، جدا از اون همه چی اوکی. یه دونه از این میذاریم و بجون دیگه. نباید زیاد ویدیو طول بکشه، باید سر در دقیقه من این اوکی کنم. چرا این با بقیه فرق داشت؟ چرا؟ نمیدونم چرا این با بقیه فرق داشت. چرا بقیه وسطشون اینجوری بود، اون یه دانه توپی بود. توپی میدونید چیه کی دیگه یا نه اونم نمیدونید. خب از اونجایی که والا من دوست دارم همین شکلی بمونه، این شکلی بیشتر هستم. اکسکلوسیو معمولی لانگ مانگ هم نمیخواد. این نمیدونم چیه. بذاریم نذاریم یا نه بذاریم، نمیدونم. نه نذاریم، نیستم مثلا حال نکردم باشه. این برم یه دونه از اینا بذاریم. عالی. خب رنگشو یه مشکلی هست، اینشو مشکی کن، سقفش هم قرمز کن. قرمز اینجوری نه، زرشکی. اوفه، یا میتونستیم سفید ملایم تر. عالیش. اینم از پشتمون بخریمش تو کالایز و شلوغ ترین مپیم ما الان، به خاطر همونه که با 360 تی آی لگ میزنم. من تو بازی لگ میزنم. خیلی خفنه با 360 تی آی لگ بزنی تو بازی، خیلی جرسه. مثلا نابی خفنه.
داداش باید وایسی. داداش راهنما رو واسه توی بیناموس زدم دیگه. او والا گار راهنما رو من واسه خودم زدم. هونگ molta boga اوه رینگ عقب رو نگاه کنید بچه ها. اگر بتونم بهتون نشون بدم نشون میدم. آره رینگ عقب رو نگاه کنید شما. رینگ عقب با همه فرق داره و افر وای وای به محمد ایدلی زد وای وای به محمد ایدلی. گورمونو گم کنیم یه بار گوی بزنیم. خب من بارم رو بگیرم. خب باید بار بگیریم. کارگو مارکت که آره. مهمات از کالایز به یه شهر دیگه اینقدر مسیر باشه، مثلا یه مسیر خیلی کم. مسیر خیلی کم ها. مسیر کمتر. این مسیر خوبه. بذاریم کمتر پیدا میکنیم. عالی هستن این که عالی. یکی بدتر. بریم کوکونات ببریم. بریم روغن کوکونات ببریم بچه ها. بچه ها میخوایم روغن کوکونات ببریم. روغن کوکونات. یا حضرت عباس. وای و 360 تی آی لگ میزنن. اینجا چون خر تو خره. راهنما زدم داداش واسه توی گاو. دک خر بیا منم بلدم بوق بزنم. Arkadaşlar bir arkadaşımla beraber Duisburg yapacağız. Gelmek isteyen var حالا mı? بیناموسا ریدم تو کالایز با اون. Skype var, Skype. چی بارمانو بگیریم میگه. حالا رکورد 144 رکورد همه بزن اصلا. چون نداره بار که هیچ باری داشتم فوشو میکشیدم، یعنی نداشت فوشو کشیده بودم یکیشونو. کی جای من بار گذاشت؟ بارمونو بگیریم بریم گمش. از این کالایز ان یه رنگ و چرا عوض کرد. شبه یه ذره تاریک کردم قشنگ میشه. داداش یا برو یا بذار برم. بیا تو بیا گست مودیم بیا. بریم به امید خدا. مندی
کالایش چقدر شهر گویه و موتور منم 750 وحشی ها وحشی ناس Я это просто весь ندیده بودمش رد شدم واو یا افتو رو بزنم میگم چرا من اون ورم اصلا ندارم و چون این آینه نداشتم سه چی دارم میرم یا حضرت علی واو این وایستاده از مسیرهای ایران شلوغ‌تره بزنم این بغل یه کاری انجام بدم الان میام خب من برگشتم بریم این الان اوکی دیگه انشالله که اوکیه بریم من یه ذره تایمو عوض کردم زهر مار پذیرایم واسه همتون دکورید و حتی نمیخورید به دوا آخه چی گاز زدی واسه من کنترل رو بکشم به حیف شتاب ندارم خیلی خلاصه بازیشو دوست دارم لامصبا حالا که الان نمیشه آهنگ بذارم ولی آهنگ میذاری یه چی دیگه است لامصب بیا برو دیگه بابا بیا برو دیگه من یه کشیدم رود که میزنی بگیرم روش بیناموسو از در کون بزنم بهشو دررین درره یا حضرت عباس سریع افف کن به افف کن تو چت بنویس years later. کاری نمیتونیم بکنیم با دو پارتش کنیم دو پارتش کنیم از اون جایی که ما از کالای سیکیرمون خورد
اومدیم لیو و مپو میزنیم. ما کجاییم الان؟ یه کوچولو فاصله داره، پس تا الان 17 دقیقه شده، تهش بخواد بشه 25 دقیقه. یاد نره میریم دیگه تا ما باشیم که نگازیم اونجور. کسی نیست. چرا قرمز رو رد کن؟ چرا هست پلیس؟ بذار براش بوغم بزنم. نوکرم. کسی نمیاد؟ نه. آجی نزدیک بود بنمانا بدم دکممانا بزنن و من نمیدونم چرا عاشق این اسکانی هم، نمیدونم چرا خیلی دوستش دارم، عجیب دلی دوستش دارم. دلی خلاصه دوستش دارم. پیچید. ریتاردم هم روشن نبود. ریتارد فقط ریتارد اسکانی ها میزنی همونجا کیپ میکنه. سربالایی ننه صورت رو سرویس کرد. ایوا کنترل بزن. تو جرثقیلی، منم با همون تونی که تو داری میبری، ولی منم گرفتم تو رو. سبقت میخوام دارم. سبقت دارم در میام. ایفو 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 دوباره نزدیک بگو بریم و امروز چرا قسمت نیم؟ چرا قسمت نیست امروز؟ چرا امروز همش داریم میریم هوا؟ نمیدونم چرا انقدر داریم امروز میریم هوا. من موندم. اسنورانر هم تو سیستم گرفتم قشنگ. هم ویدیو اسنورانر داریم هم داستان واسه امروز. سعی میکنم 5-6 تا ویدیو براتون بگیرم که قشنگ برید بشینید نگاه کنید، عشق کنید، یعنی صفا کنید. واسه امروز باید من چند تا ویدیو بگیرم. ادیتش مونده. ادیتش هم ادیتورم گفته میتونی بدی، ولی فعلا نمیدم ادیتور. خودم میزنم حالا همین پنجشنبه جمعه رو. صد تا صورت نگه داشتم. عشق برو حالشو برو بس بچه محلات هم بگو. بری بگی یا نری بگی دهنت صاف کنم.
نکته جالب اینم همینجا بود، منم همینجا گستمو دیاره و اینم از این بار حال ندارم برسونم. تول ریبل بد نیست، سگ خرد. خب دوستان این بود از این ویدیو، امیدوارم لذت کافی رو از این ویدیو برده بوده باشید و خلاصه که این از این ویدیو بود و لایک کامنت سابسکرایب حتما فراموش نشه، بد نیاز دارم سابسکرایبتون. خلاصه که دوستتون دارم زیاد اندازه فصل بهار. خلاصه اینم از این ویدیو بود و همین دیگه. خلاصه تا ویدیو بعدی پیس اوت. نمیگم یه صبر کنید. تا ویدیو بعدی پیس